دوستان نهایت خوبیم، خیلی خوش آمدین و واقعا خوشحالم که شما چالش را پذیرفتین که خیلی ساده هست و در عین حال فوق العاده ارزشمنده. روز دوم، امروز یک جای خیلی ساکت و آرام، یک جایی که سر و صدا زیاد نباشه پیدا کنید برای خودتان و اینجا در این مکان مناسب یک کار خیلی ساده رو انجام بدین به مدت کمتر از 5 دقیقه و بیشتر از 3 دقیقه. در این مکان آرام بشینید و نفس عمیق بگیرید و بعد نفستان رو آزاد کنید و در جریان اینی که نفستان رو عمیق میگیرین و دوباره نفستان آزاد میکنین، ما میخوایم شما فقط و فقط به تنفس یا نفس هایی که میگیرین و میکشین و فکر کنین. چون ببینید وقتی که شما نفس عمیق میگیرین در واقع این کمک میکنه که اکسیژن بیشتر رو به مغز بفرستین و این چالش اینو به ما آموزش میده یا ما یاد میگیریم که در جریان روز هم نفس بگیریم و از همه مهمتر این چالش کمک میکنه که مغز ما متمرکز بمانه و از همه قشنگتر اینه که وقتی ما روزمان را با نفسهای عمیق و تمرکز شروع میکنیم، اون وقت در جریان روز ما میتوانیم فعالیت‌های بیشتر و فعالیت‌های با ارزش را داشته باشیم. و چیزی که خیلی مهمه این چالش و اون اینه که وقتی ما با آرامش و با تمرکز روز خودمون رو شروع میکنیم، ما میتوانیم تصمیمات خوب بگیریم و ما میتوانیم روی تصمیماتمون متمرکز بمانیم. چالش امروز فوق العاده عالیه و لطفاً وقتی که این چالش رو دارین انجام میدین، مثل همیشه شب قبل از خواب اون تمرینات را که در PDF ذکر شده رو انجام بدین و مطمئن باشید که معجزه میکنه و شما را حتما فردا با چالش جدید روز سوم میبینیم. متشکرم.